تو منتظر باش، بعدن باز دوایت میارم. خدا داد نان تیار است. دقیقه سه نان نشو. سیفدا 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 درست است. آرام باش، چیز نیست. تو می قسم خو شده بودی؟ چرا با تختت نرفتی؟ حالا بهتر هستی؟ خوب است. حالا بریم چای صبح آماده است. بیا دیگه، منتظرت هستم. اگه کتما عروسی نکنی باز با علی میگم که بچه تا کوکسال کشته. باز وقت علی در زندان میره و کوکسالم در قبر. صبح بخیر. سالون جمع کردی علی؟ به خاطر دیشب معذرت میخوایم. مهم نیست، دقیقش نشو. بیبی برای چی آماده کردیم؟ درباره نکاح ما چی فکر میکنی؟ به نظرم از یاد طولانیش نکنیم. مردم بیازو مور عروسی شده فکر میکنن. حتی با ما محفل عروسی هم گرفتن. باید یک نکاحی رسمی کنیم. امروز رفته امضا کنیم. چطور ها؟ علی درست است. اگه میخوایی بگویی که اگر عروسی مقبول اساسی کنیم، او کارم حل میکنم. با مردم به یک شکل خود گفتیم، اما پیش از او باید نکاحی رسمی کنیم. یک محفل ساده نکاح. حتی اگه در پارک هم باشه. چطور؟ اگه از اونجا خوشت آمد باز اونجا میریم، اما البته که ای بار با واقعیت. علی درست است. در یک سالن عروسی میگیریم. علی من میخوایم که ازت جدا شم. ای تو چی میگی سیفدا؟ مذاق میکنی؟ یعنی چی که میخوایی از ما جدا شوی؟ مذاق نیست، من واقعا میخوایم جدا شوم ازت. ای تو چی میگی سیفدا؟ تا دیروز خود میگفتی اگر با مریا مرا دوست میداشته باشی. حالا میگی که میخوایی از ما جدا شوی. به نظرت این مذاق احمقانه نیست؟ گوش کن، ما دیگه یک جای بوده نمیتونیم. بسیار خوب. به خاطر چی؟ تو مگم قاتلای بچه تا به قتل نرساندی؟ او همه دیگه به چی ربط داره؟ کشتی یا نکشتی علی؟ بله کلشون نکشتم، حقشان بود و ما هم کشتمشان. بسیار خوب. اگه امروز هم اتفاق بیفته بازم عین کارا میکنی؟ همو تو نیست؟ خدایا بلی از خدا نمیگویه. بله میکنم. تو میخوایی با ما چی بگویی؟ میشه برام واضح بگویی سیفدا؟ اینه بیبی، ما به می خاطر نمیتونیم یک جای باشیم.
دنیای تو پر از خون است، پر از انتقام است، پر از جنگ است. من در این دنیا نمیتونم نفس بکشم علی. سیفدا تو خو مرا کاملا میشناختی، درباره گذشته ما میفهمیدی، اما بازم گفتی که مرا دوست داری. خب حالا چی تغییر کرده؟ دوست داشتن کفایت نمیکنه. دیروز وقتی تو آمدی من زیاد فکر کردم علی. کار ما فقط یک ضد طفلانه بود، فقط یک کلمه به نام هوس بود، یک هوس خطرناک. من فکر میکردم که در دنیای تو نفس کشیدم میتونم. فریب خورده بودم. گوش کن، فهمیدم. اگه به خاطر دیشب میگی باز دوباره بیادرم یک کار بسیار هیچ تکت دیشب نداره علی. نه که نمیبینی من واقعا فکر میکردم که کت تو خوش میباشم. مگم راههای ما کاملا متفاوت است علی. فکر میکردم راههای ما یک جا میشه. به خاطر هر چیزی که سر تو آوردم معذرت میخوایم و به خاطر هر چیزی که به من کردی بسیار زیاد تشکر. متوجه خودت باش. خداحافظ. سیفدا صبر کن. سیفدا یک دقیقه صبر کن. چی جریان داره برام گفتم میتونی؟ بیبی این گپایی را گفتی راست بوده نمیتونه. من هیچ باور کرده نمیتونم. گوش کن، میفهمم که قبول کردن سخت است، اما همین قسم است. ما غرق یک رویا شدیم علی. او هم یک رویای بسیار زیبا، اما تمام شد. تمام شد. خداحافظ. پیلیت بیادر؟ خدا داد. خوب هستی؟ خوب هستم ماما. ودت کجاست؟ ودت بیادر برآمد، اما زود پس میایه کار داشت. تو ده اینجا چی کار داری بچه؟ تو چرا از پشت ازگی نرفتی؟ ما به ودت بیادر گفتم او برم کدام ازگی دیگر نشان میته. ازگی را که ما دوست دارم و تو را دوست داره. بچه مرا خندانتی. امروی و دختر ما یک کلمه گپام نزدیم. بفهمی انسان کسی را که نمیشناسه دوست نمیداشته باشه. یعنی دوست نمیداشته باشه؟ البته درست فهمیدی. تو ده تاکتیک اشتباه میکنی. گفتی تاکتیک؟ بله درست فهمیدی. تو حال قسم
او دختر رو تعقیب میکنی نه؟ پس طبیعی است که او هم فرار میکنه. تو یک چند وقت دور باش ازش، او دخترم ارزشت هم میفهمه. اما ما دوستش دارم. پیلوت بیادر، انسان کسی را که دوست داره از او فرار نمیکنه. بچه ما کی گفتم که فرار کن؟ تو خدا کمی دور بگی تا او دختر ارزشت بفهمه. فهمیدم. ازگیره از دور دوست میداشته باشم، حتی او خبرم نخواد شد. همه قسم. پس من میرم ازگیره کمی از خود دور میسازم. وداد بچم کجاست تو؟ چی کردی؟ او کسی که دام مانده بوده پیدا کردی؟ بالاخره پیداش کردم. کی از او لعنتی؟ بیادر توکاچی، نامش مرتاز. وای انسان بی غیرت. وای به این معناست که پشت بیادرش دق شده. بچم هرچی میکنین بکنین، او آدم بی غیرت پیدا کنین، او را قسمت کنم. وداد او را به حالت برسانم که خانهش بره، مادرش دروازه را باز کنه نشناسهش. مادرش درست است میپالمش پیروت. تو حال کمی آرام باش، بگی کمی آبو. باید به یک جای امن بریم. به خانه میرم. سیفدا میایه سارپ. نکویگار آدمه با مثل کاکایت از بین رفته. اینه که تو از بین بردن نمیتونن. حال کل کارا تغییر کرده سارپ. این آخرین چیزی بود که از دست دادم. بعد از این دیگه همیشه و همیشه ما برنده میباشم. فکر کردی که چه قسم مانیالی شوی؟ او کار سیفدا میکنه. او یک خیانت ده حقش خواد کرد که حتی دیگه نفس گرفتنم برش مشکل شوه. ما اینجا به خاطر ترس از مردن نامدیم علی. من به خاطر که تو را دوست دارم آمدیم. علی میفهمی؟ به خاطری که به من دنیایی را نشان دادی که بجز از تو دیگه هیچ کسی در اون نیست. واقعا تشکر میکنم. ده اصل ایره ما باید بگویم. به خاطر که مرا پیدا کردی بسیار تشکر. خوب هستی؟ نیستم. هیچ خوب نیستم. چی شده؟ علی چی شده؟ نکالی را کدام چیزی شده؟ جدا شدی.
جدا شدی. چرا؟ گفته بودی علی مرا زیاد دوست داره. البته که دوست داره. در این صورت مشکل چی است؟ البته اگه میخوایی برم بگو. چیزی برای گفتن نیست. به خاطر علی لازم بود که از اون منصرف شد. باز ما منصرف شدم. تمامش همه قصد. بخورین دیگه. خدا داد؟ ازگی کسی که فرار میکنه تعقیب میشه. فرار کو خدا داد. خدا داد چه شده؟ چرا از ما فرار میکنی؟ واقعا مرا تعقیب میکنه، اما بسیار مقبول تعقیب میکنه. بانم گیریم کنه. پیلوت بیادر گفته بود کسی که فرار میکنه او را تعقیب میکنه. فرار کو بچیم، فرار کو. خدا داد. آی ایره دیگه چی شده؟ چرا از ما فرار میکنه؟ پیلوت خوب هستی؟ خوب هستم خدا را شکر خوب هستم. از دیشه و فتر زیاد به تشویشت بودم. خوب هستم تشویش نکن. بیبی توکچه از تو یک چیز میخوایم. بگو. بیبی تو یک دختر خونسرد هستی، مرد صفت هستی، مقبول هستی، جذابم هستی. امو شب گذشته که در خانه تو بودم نه یگان تا اشتباه درک کردن. درست است، لازم نیست که توضیح بدی. چی میخوایی مستقیم گفته میتونی. یعنی میفهمی من دویگو را بسیار زیاد دوست دارم. دویگو وقتی فهمیده که ما در خانه تو بودیم کمی بین ما مشکل پیش شده. حال تو پیش او رفته، برش بگو که ما بین هم هیچ رابطه ای نداریم. ای بسیار خوب خواهد شد. درست است، هر قسمی که تو بخوای. خدا حافظ. بخیر بری. پیلوت بیادر قسمه که گفته بودی شد. ما فرار کردم، میزگی مرا تعقیب کرد اما گیریم کرده نتاده. آفرین بچیم، آفرین. همه قسم دامه بته اصلا گیرت نکنه. تو طرفی اندام ما بیبی. ما بسیار تیز دویدم، حتی در مکتب در دوش اول نمرش شده بودم. خوب است، در او صورت خیلی بده برم یک گلاس چای بیار ببینم چه قزود می. خصیص اینه. بفرمایید. بسیار تشکر، زنده باشین. شفا باشه. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. روز خوش. خسته نباشی مادر. خوش آمدی. دویگو جان، من میگم اگه در اینجا کار نمیکنی پس بستش کنیم دخترم، به خاطر که از تو که زیاد مده ای دواخانه میباش. مادر وقت می آمدم یک نفر دیدم، با هم چند دقیقه گپ زدیم. تو هم زیاد وار خطاستی که از اینجا بری. فقط که کدام کار دیگه داری؟ همه قسم است. البته ما کار نداریم، فقط تو تنها کار داری دخترم. ما هیچ از خود کار نداریم دخترم، به خاطر که ما شیشتن ناک جمع میکنیم. به هر صورت من میرم دیگه. خداحافظ مادر. دویگو سلام. چی کمک برات کردم میتونم؟ من میخوایم کمی همراهت گپ بزنم. خوب است، مشنو.
در بین ما و پیلوت چیزی که تو فکر میکنی و قسم یک چیز نیست. بله، اگه مستقیم بگویی خوش میشم. پیلوت در حالت سخت در مقابلم آمد، مرا کمک کرد. تمامش همه قدر است، یعنی در بین ما کدام چیز نیست. بیازو او عاشق تو است. من متوجه گپ هستم. هیچ لازم نبود که تو ایره برام بگویی، اما بازم به خاطر که زحمت کشیدی تا اینجا آمدی توضیح دادی تشکر. روز خوش. روز خوش. باز خود دیدی که پیلوت بالاخره کی را انتخاب میکنه. کوکسال، به جنازه کاکای اویگار رفتن نتانستیم، بسیار کار بد شد. نخواست دیگه خیریه. فاتحه هم نگرفته بودن، فوراً بردن دفنش کردن. خداوند ببخشش. سیفدا کجاست؟ اینجا آمده؟ مگم سیفدا پیشتونه؟ چیز شده؟ Город ждет момента, چی شده؟ در اینجا نیست. از دیروز که ندیدیمش. چی شده؟ درست است، فهمیدم. علی! دخترم خوب است! کوکسال چی گپ است ها؟ چه جریان داره؟ میشه برام بگویی؟ نمیفهمم خیریه. نمیفهمم. مطمئن هستی میخوای خانه بری؟ تو از علی میترسی سارپ؟ دیگه نترس. کسی که قلبش بشکنه دیگه هیچ کاری کده نمیتونه. حالا سرعت بگی، سیفدا شاید به خانه رسیده باشه. مطمئن هستی؟ چی شده بچه؟ پیدا کردن او نامرداره؟ تو اینقدر هیجان نشو، تو خود زخمیستی بیادر. وضعیت دیگه چیز است. وضعیت چی؟ پلیس جستجو را علاقه ده. خوب است. چه قسم علاقه ده بچم؟ چی بفهمم؟ یک نفر قتل تا کجیره سر خود گرفته. دوا به نفع ما بسته شده. بچه می کاره کی کده؟ هیچ نمیفهمم پیلوت. کدام نفر از بالا از ما مواظبت میکنه، اما او کی است؟ کدام به عقل از ما مواظبت میکنه بچه؟ یکی میای مرمی میزنه، دیگهش میای از ما مواظبت میکنه. پیلوت بیادر به لیاز خدا یک بار آرام شو. زخمیستی زخمی. تو یک بار خوب شو باز تمام حسابشانه برشان میدی. بله بچم زخمی هستم، اما خوش آمدی ینگا. ینگی چی؟ یعنی ای گپه به خانمایی بگو که یگان تا خانه ایشان میرن. به منی. بسیار خوب ینگا. یعنی خانم دیگو. خدایا برم صبر بدی. دقیقه گپش نشو، او را ببخش. میبخشمش. ما فقط گناه های تو را بخشیده نمیتونم که وام بسیار زیاد است. راست میگی. تو را مصروف میسازم، اما تو نیست. به خاطر ما دواخانه تیلا کده اینجا میایی. من خودم به پانسمان اونجا میامدم. بله، تو میامدی به پانسمان کدن؟ در ای حالت چه قسم میامدی؟ حتی جسد من به طرف تو میآید دویگا جان. به هر صورت وقت خوب شدی باز درباره کارهای تو جنایتایت گپ میزنیم. امر به جنایت کردن، جنگیدن، درباره کلاژ دانه دانه ازت پرسان میکنم. تشویش نکن. بس همه قدر. چی همه قدر؟ حساب چیزایی را که پرسان میکنی. منتظر بیشتر ازی بودی؟
ها نه همه قسم زیاد خوب است، حتی زیاد هم است. خوب است. تو را پانسمان کده باید دواخانه برم. حالا زخمت نشان بده. درد میکنه؟ نه. آخ دستم زیاد ظریف است. ده اصل کسایی که سلیمه را خوردن میگن که زیاد درد میکنه، اما به هر صورت تا هنوز نصیب من نشده. انشالله نصیبت نشه. دستایت درد نبینم. زنده باشی. خواهش میکنم. آقا اویگار، شما سفدا کدام خبر دارین؟ سفدا تا حال نامده؟ وقت علی آمده میره پرسید. نه که قرار بود اینجا بیا. میایه کوکسال، میایه. آقا اویگار چی میشه؟ بگین کدام چیز شده؟ دیوانه میشم، عقلم از دست میتم. کوکسال چی شده ها؟ چی گپ است؟ راستش نمیفهمم خیریه. ما از هیچ کدام کار اینا خبر ندارم. سینان کجاست کوکسال ها؟ از او پرسان کنیم شاید او بفهمه سفدا کجاست. بان بلیاز خدا، از صبح که برآمده تا حالیام گم است. من میخواستم که زینب رو ببینم. دوستش هستم، باید امروز گپ بزنم. ما داخل رفتم میتونم؟ در زیرزمینی ببرینش. زیرزمینی چی؟ صبر کنین، ما را کجا میبرین؟ صبر کنین، اعلام کنین، ما را اعلام کنین. چی گپ شده آقا جان؟ گفتم اعلام کنین. این صدای چیست؟ چیزی نیست، من میرم میبینم. اعلام کنین. صبر کنین. برات گفته بودم که نزدیک دخترم نبیایی. اگر نیکت مرمی در فرقت میزنم. سپای نفتی در خوب لاتش کنین. اگر بار دیگه ای کار تکرار کرد کت مرمی سراخش کنین. تو خوب هستی دخترم؟ خوب هستم. فقط یک دوستم در وضعیت بد قرار داره. از این که نتونستم کمکش کنم ناراحت هستم. عاشق یک نفر شده. وقتی که کل چیز خوب پیش میرفت عاشق همون کسی که شده بود خبر شد که پدرش بچی و آدم کشته. چطور یعنی؟ یعنی همون تو دیگه. من هیچ نفهمیدم که با او چی بگویم. اگه شما می بودین چی می گفتین؟ خداوند کمکش کنه دخترم. یعنی واقعا بسیار یک وضعیت سخت است. در زندگی ما بسیار چیزهای دیگه مهم است. اگر در قدیم دشمندار باشی باز نمیتونیم که رابطه آینده را درست بسازیم. به نظر من بهتر از دخترم که این عشق و عاشقی را فراموش کنی. خانم توکچه، مولالی میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ طبعا. چی گپ است توکچه؟ نفهمیدم درباره چی میخواین گپ بزنین؟ با وجوده که هیچ مشکلی وجود نداشت درباره گپ میزنم که سیفداد چرا خواسته که جدا شوه. چی؟ چطور یعنی؟
سیفدا مثل دیوانه عاشقتان است. چطور ازتان جدا میشه؟ لطفاً کته ما بازی نکن. چطور یعنی؟ سیفدا به تو هیچ چیز نگفته؟ نه خیر نی. ببین اگه بازم همراه اویگار کدام پلان جور کده باشه نی او الان نی. به من راست بگو توکچه، اویگار سر سیفدا فشار آورده کی تصمیم بگیره؟ نی والا که نمیفهمم. مولا علی ببینین ما واقعا از این بعد از شما هیچ چیز را پت نمی کنم. سعیس ما با اویگار کمک کردم چون که فکر میکردم سیفداره فقط تو خوشبخت میسازه، اما درباره شما اشتباه کرده بودم، خصوصا بعد از اینکه دیشب شما ما را نجات دادین. من دیگه در حقتان بدی کرده نمیتونم، اما با ما باور کنین ایگه پر اولین بار است از شما مشنو. نی از جدایی سیفدا و نی هم از رفتنش خبر دارم. سیفدا جان مادر، سیفدا دخترم تو کجا بودی ها؟ دخترم چی شده؟ خواهش میکنم بگو کی بکس چی است؟ اویگار در خانه است پدر. در داخل است. به خاطر جنازه آمدی؟ جنازه چی ها؟ کاکای آقا اویگار مردن تو خبر نداری؟ سیفدا دخترم چی میشه؟ بلیاز خود یک چیز خوب بگو. تو میفهمی که کاکایم چرا مرده سیفدا؟ از خاطر عشقی است که من نسبت به تو دارم بفهم. خب ای چی ربطی به او داره ها؟ علی درباره کل کارایم خبر شده بود. میخواست که مرا بکشه. کاکایم به خاطر که مرا نجات بده خودش در بین آورد و بالاخره که او را کشتن. کاکایم در بین عشقی که نسبت به تو دارم قربانی شد. ببین سیفدا، ما به خاطر که تو را زیاد دوست دارم کاکایم از دست دادم، اما محبتی که نسبت به تو دارم هیچ کم نشده. مرا درک کرده میتونی؟ محبتی قسم یک بلای آسمانی را هیچ درک نمی کنم. از اینکه بچه علی را پدرم کشته و این آدمی که مرا با ایرا تهدید کرده و کوشش میکنه کتم عروسی کنه هیچ وقت درک نمی کنم. کاکایم او علی احمق کشته. با کل ثروت کاکایم هر کاری کرده میتونم، حتی میتونم که او علی را از بین ببرم. اجازه نمیتونم که به علی کدام ضرر برسانی. کت علی غرضی ندارم. به خاطر که تو ناراحت نشی از انتقام گرفتن خود منصرف میشم. اما وقت علی بعد از اینکه درباره رازتان بفهمه فکر کردی از کشتن پدرت از انتقام گرفتن خود منصرف میشه چطور؟ اینه ببین که من تو را چقدر زیاد دوست دارم سیفدا. مرا دیگه ناراحت نساز. من اگه خفه شوم باز کلگی خفه میشن. مکتت عروسی میکنم. اما فقط در مقابل مردم. دستم نباید بخوره. سعیس قبول است، اما ما یک شرط دارم سیفدا. چی؟ خانوادهت باید فکر کنن که به خوشی همراهیم عروسی میکنی. حتی باید از این گپ مطمئن شون. فکر میکنن ما و علی عروسی کردیم. چی قسم وضعیت توضیح بتم؟ این گپ ناقص چی قسم بگویم که باور کنن؟ از اینکه همراه علی به دروغی عروسی کرده بودی باید اعتراف کنی. سعیس همو تو میکنم. یک شرط دگام دارم. من یک آدم تجار مشهور هستم.
دیگه ای که در عروسی ما همه چیز باید مناسب اصولش باشه. هیچ کسی به این عروسی نباید به اندازه سر سلطانم شک کنه. سیس کاکای من تازه دفن کنیم. عروسی را هفته بعدی میگیری. کات خانواده یک دفعه شیشته و گپ میزنیم. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime